What's up guys، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین. من محمد رضا، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. این ویدیو قراره سری ویدیو فان ببینیم، امیدوارم که لذت ببریم، بهتون خوش بگذره. اگه ویدیو دوست داشتید حتما لایک کنین، کامنت بزنین، سابسکرایب کانال یادتون نره. اینستاگرام من این بالا میاد، حتما فالو کنین. بدون معطلی بریم سراغ اولین ویدیو. Let's go. How to win your wife. Okay, how to be romantic to your wife. Dine her, call her, hug her, support her, hold her, surprise her, compliment her, smile at her, listen to her, laugh with her, cry with her, romance her, believe in her, cuddle with her, shop with her, give her jewelry, buy her flowers, hold her hand, write love letters to her, go to the end of the earth and back for her again. Here's how to win your husband. Show up naked and bring food. برای خانوما اینقدر پیچیده است که اینجوری کن. برای مرد جلوش لخت بکرد، بهش غذا خوب بده. تموم جونم برات میده. مردا اینجا و اینجا، یعنی چشمی و دهانی، یه چیز خوب ببینن، یه غذا خوبم بخورن. حالا که کلی و شوخیه، ولی ما اینقدر راحت خر میشیم. دخترها اینقدر سخت میشه رازشون کرد، ما پسرا اینقدر راحت خر میشیم. Hey. What? How much to let me win an argument? 100. Get in. For $50 more, I won't tell you how to drive. Great. 50 تا اضافه میگیرم. Every year I have to go to your family's house for the holidays. I want to spend the holidays in my house for a change. Is that so much to ask? You're right, baby. I'm sorry. Wow. What's your Venmo? یه دونه کلیپ همینجوری ساختیم که ایرانی‌ها همینجوری پسره میگفت یا پت پول بدم قبول کن که حق با منه. مثل که این کلا یه چیز جهانیه. از فردا روز کاسبی نشه دخترا بگن انقدر میگیرم که بیا مدش نکنین. من 38 سالمه. نمایشگاه ماشین تو امریکا. درآمدم ماهی $100,000. $100,000. هیچ وقت از یک پسری که دیت اولشی که با دختر رفته بیرون درآمد نپرسید. 1 2 خالی میخوایم ببندین اینطوری ببندین. درآمد چقدر؟ ماهی $100,000. سالی 1,200,000. رئیس جمهور آمریکا برای اونایی که نمیدونن درآمد سالیانش $400,000. سالانه دولت اینقدر بهش حقوق میده. اشمام ایشون 3 برابر جو بایدن درآمدش. کف تهران ببین، عشق به وطن اینه. ما باید یاد بگیریم. اما دیگه زیر اضافه الان یه چیزی مد شده که میره مصاحبه میگن تو شغل چیه، چقدر درآمد داری. مثلا میگه طرف میگه اینقدر من 150 میلیون در میارم، میگه کنترل که نمیندازه. منم میام تو خیابون از مصاحبه کنن یا قبلا اگه با هم هماهنگ نکرده باشیم میگه بله من ماهی 400 میلیون در میارم، 3 تا کارخونه دارم و نیویورک زندگی میکنم. الان اومدم تو خیابون سنی بخورم. بابا فرق بالقوه و بالفعل چیه؟ بالقوه و بالفعل. الان بابا جان یک مثال برات میزنم کاملا متوجه میشی. آج خانم جان آقا، شما حاضری به خاطر 1 میلیارد تومان یه شب کنار رونالدو بخوابی؟ نه پول زیاد. چرا نظرش عوض. دخترم بله بابا. شما حاضری به خاطر 1 میلیارد تومان یه شب کنار رونالدو بخوابی؟ اگه مامان بگه آره، چرا که نه. پسرم جان بابا، شما حاضری به خاطر 1 میلیارد تومان یک شب کنار رونالدو بخوابی؟ تو که به من خب پولی که نمیدی. آره چرا که نه. دیدی پسرم، ما الان به صورت بالقوه 3 میلیارد تومان پول نقد داریم، اما به صورت بالفعل داریم با 2 تا جعبه و 1 کونه زندگی میکنیم. فهمیدی؟ من این زام و تونزایی چرا دوریم. حتی پول میتونه باعث بشه آدم ندرسه. فقط تحصیل پول رو نشون بده روی خانواده که باعث میشه که به باد بدی. مثال کلوفتی بود. دوستان من ماشینمو تبدیل کردم به یک کمپر کوچولو و بامزه. قشنگ کثافت. 1.80 تا 1.75 میتونن داخلش استراحت کنن و بخوابن. مراحل کامل تبدیل ماشین به این وضعیت هم گذاشته بود. کانالم به صورت کامل فیلم گرفتم و گذاشتم. اگه دوست داشتی میتونی بیای. خوشگله. البته یه نکته‌ای داشت. این امیری بود که اینجوری کرده بود که بره کمپ بزنه. برای 2 نفرم جا داشت. امیر روباه اینو ساخته واسه عشق و حالاش. امیری که به فکر رفاه شماست. میخوام یه بازی این تو سوراخ بهتون معرفی کنم به اتفاق دوستان. چرا انگوش رو گرفت؟ افضالی میخواد نتیجه. شروع 1 2 3. این رو سوراخ، این تو سوراخ، این تو سوراخ همسایه. گم کرد سوراخ. یه تو سوراخ. یه اشتباهی می‌خواست بکنه تو سوراخ خودش. سوراخ پیدا نکرد. بغل سوراخ.
بالای سراغ تو سراغ همسره بازم خوبه برای هر سوراخی یه دونه پیدا میشه. بالای سراغ این تو سراغ بالای سراغ همسره این تو سراغ همسره سراغ گنگه. ولی خداییش راست میگه واسه اینکه تفریح کنیم و دور هم بخندیم مثلا احتیاج به هزینه نداره، با این چیزای ساده میشه خندید. اون متخصصش هم تقریبا ماهاییم، جدا از وطن پرستی و اینکه نگی نژاد پرستی ایناست، ولی خداییش ما مردمیم که هم راحت با هر چیزی کنار میایم، هم واسش یه راه حلی داریم. از اون بازی‌های قدیمی بگیم مثل اسفامی، یادم بازی‌هایی که با کاغذ انجام میشد. واقعا با مردم خلاقیم واقعا. آخه من تو رو منو میبشونی عزیزم. من که چیزی بهت نگفتم اومدی تو اتاق. میدونم منو دعوا نمی کنی چون نلد شدی شرخمو منو میبشونی. عزیزم قلبم همیشه میبخشد. آره مگه چی شده که اومدی قهر کردی؟ چون که داشتم فکر میکردم اومدی ترسیدم من یه اومدم شما ترسیدی. ببخشید صدا شد. عزیزم صافت رو ببین. خب این کلیپ ها رو پخش میکنین که بعضی وقت آدم بچه میخواد، دختر میخواد. قلب روح ما اینجوری نکنین. آدم اینا رو میبینه بچه میخواد، دختر میخواد، اذیت ها و فلان اونا رو میبینه، پشیمون میشه از هرچی بچه هست. بلا تکلیفن بعضی این وسط. صدا میمون شدم. In the wild of the goose در حیات وحش گلستان صدای میمون‌های دانشجو به گوش میرسد. دانشجو خوابگاهه. این ور میگه اونا اونور جواب میدن. چه پایه هم هستن. The sound of the monkeys صدای میمون‌ها گرگ‌ها را نیز به وجد آورده و آنان نیز پاسخی در خور میدهند. The answer to the voice. والا گرگ شد. These kind of voices این گونه از صداها منجر به تجمع سرخپوستان بومی آن منطقه برای امر شکار ادامه دارم to the hunt of the animals. Natives call for help. بومی‌های این منطقه به درخواست کمک فریاد میزنند. هایا در زبان بومیان ها به معنای کمک میباشد. هایا هم جواب میده. این مستند کوتاه نشان میدهد که چگونه جانوران مختلف با مسالمت در کنار یکدیگر زندگی میکنند. اصلا حق دارن این تفلک‌ها. روزی مثلا دانشجویان دیگه روزی مثلا 12 ساعت دارن درس می‌خونن، این مخ پر شده از همه درس و مطلب علمی، نیاز به تفریح دارن دیگه. اونجا هم که تفریح نیست، نه چیزی، نه ورزشی میشه انجام داد، حالا نه آنچنانی، نه تفریحی هست. مجبورن اینجوری بیان خودشون سرگرم کنن، یه خود بخندن. حق دارن. ولی چه پایان اونوریا. میرا اومدی ایران. خدافیزی به سیر هم فشرده نب نمیزنی که اشکی چشمام جاری شد دست خدا سپردمت دل من راضی نبود به این جدایی نازنی اصلا قیافش نمیخوره. عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت گفتی به من قصه نخور میرم و بر میگردم هم سفر پرستوها میشم و بر میگردم گفتی تو هم معروف به سیروس خمیرا. اصلا به قیافش نمیخورد همچین صدا داشته باشه. ما گفتم این جوونی چیزیه. سیروس داشته گلم تو باید داریوش میخوندی مثلا، نه خمیرا. از وقت سرپرستی این بچه گربه رو به عهده گرفتم رفتار عجیبی از خودش نشون میده. عزیزم آه قلبم 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 عزیزم. کثافت بغلش کن دیگه عزیزم.
درسته یه عده سگ دوست داره، یه عده حیوانات دیگه دوست داره، ولی این نظر منه، ولی واقعا به نظر من یکی از جذاب‌ترین و زیباترین موجوداتی که خدا خلق کرده گربه است. مگه میشه شیفته این حیوان نشی؟ حرکاتش، رفتارش، همه چیزش جذابه. واقعا من عاشق گربه‌ام، شیفته گربه‌ام، یعنی دیوونم میکنن. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشین، بهتون خوش گذشته باشه. اگه ویدیو دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بزنید، سابسکرایب به کانال یادتون نره، اینستاگرام منو حتما فالو کنید. تا ویدیوی بعدی خیلی مخلصم. خدافظ.